سلام، من سایانا شهریاری هستم و خوش اومدید به پادکست رادیو هزار خم. اینجا جاییه برای شنیدن قصه های واقعی از آدمایی که در دل تاریکی جرقه‌ای از امید پیدا کردن. آدمایی که روزایی پر از بحران و سختی رو گذروندن، اما هرگز تسلیم نشدن و به مسیر خودشون ادامه دادن. من باور دارم که پشت هر درد معنا و تجربه‌ای پنهون شده. تجربه‌ای که وقتی روایت میشه میتونه چراغ راه بقیه باشه. اینجا با هم یاد میگیریم که هیچ کس توی سختی ها تنها نیست و حتی از دل سیاه ترین شبها هم میشه طلوعی زیبا رو دید. اگر شما هم دوست دارید در یک گفتگوی صمیمی و دوستانه داستان و تجربه هاتون رو با من به اشتراک بذارید، راه‌های ارتباطی من در توضیحات تمام پادکست ها موجوده و حضور شما باعث افتخار منه. صدای شما شاید امیدی باشه برای کسی که همین الان گوشه‌ای از این دنیای بزرگ درگیر سختی هاشه و فکر میکنه که تنهاست. این رو باید خدمتتون عرض کنم که قسمت‌های جدید پادکست رادیو هزار خم به صورت 2 هفته یک بار منتشر میشه و هر بار پای صحبت یک مهمان می‌نشینیم تا قصه‌ای تازه و پر از زندگی بشنویم. پادکست رادیو هزار خم رو میتونید در کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و سایر اپ‌های پادگیر بشنوید. بی‌صبرانه منتظر اینم که روزی روبروی شما بشینم و باهاتون صحبت کنم. و در آخر مرسی که از همین شروع مسیر همراه هم هستید. Suppose there are times when you're feeling fine. Suppose there are days when you're